فکر میکنی خیلی غیر قابل پیش بینی؟ چت جی پی تی هم همین فکر رو میکرد تا وقتی که تستش کردن. توی تحقیقی از چت جی پی تی خواستن که 200 تا عدد رندوم براشون تولید بکنه و به طرز خیلی عجیبی جوابش دقیقاً مثل یک آدم بوده. ببینیم اوضاع دقیقاً از چه قراره. یه سری محقق تو شرکت گرامنر اومدن یه تحقیق رو ترتیب دادن و 3 تا از مدل‌های جنراتیو ای آی رو تست کردن. جی پی تی توربو 3.5، کلاد 3 و جمینای پرو 1. یه سوال ساده از همشون پرسیدن، گفتن یه عدد رندوم بین 0 تا 100 بهمون بده و این کار 200 بار تکرار کردن. انتظار داریم به عنوان کامپیوتر وقتی این گروه از عددا رو جنریت میکنن توی توزیع نرمال قرار بگیره، یعنی شانس دیده شدن تمام اعداد با همدیگه تقریبا برابر باشه، مثل این چارت. ولی برخلاف انتظار اینجوری شده. محققای این تحقیق به این نتیجه رسیدن که این مدل‌ها تقریباً هیچ عدد زیر 20 رو انتخاب نمی‌کنن، ضریبای 5 رو اصلاً انتخاب نمی‌کنن و تقریباً هیچ کدوم از عددهای 11، 33، 88، 99 رو هم تولید نمی‌کنن. دقیقاً کاری که یک آدم ازش انتظار میره انجام بده. ما آدم‌ها توی انتخابای تصادفی و تولید کردن داده‌های تصادفی اصلاً خوب نیستیم. مغز ما جوری شکل گرفته، جوری توسعه پیدا کرده که پترنا رو خیلی خوب تشخیص بده. برای همین وقتی از آدما میخوان که یه سری داده رندوم تولید بکنن، معمولاً ولی خودشون نمیفهمن. مثلا یه از یه آدمی بخوان که یه داده تصادفی تولید کنه راجع به 10 بار انداختن سکه، سعی میکنه که تکرار رو جلوگیری کنه. مثلا احتمال خیلی زیاد 10 بار پشت سر هم شیر رو نمیگه، ولی توی یک داده رندوم واقعی احتمال این که 10 بار پشت سرم شیر داشته باشیم دقیقاً مساوی اینه که ما دقیقاً 1/1 شیر و خط بیاریم. و دقیقاً به همین خاطره که مغز آدم برای تولید کردن داده‌های تصادفی اصلاً خوب نیست. چرا داره این اتفاق میفته؟ آیا باید بترسیم که هوش مصنوعی داره خیلی شبیه مغز انسان میشه؟ نه، جواب ساده تر از این حرف هست. مدلی که ما داریم باهاش کار میکنیم هیچ ایده ای از رندوم بودن، تصادف و آمار احتمالات نداره. اون فقط داره دیتایی که دیده رو تقلید میکنه. دیتایی که دیده از کجا اومده؟ از ما آدما. و در واقع تمام کارهایی که میکنه داره سعی میکنه ما رو تقلید بکنه. و به این خاطره که خیلی وقتا حس میکنیم که وای این هوش مصنوعی داره چقدر شبیه یه آدم جواب میده، چقدر درک داره از موضوع. اگر یادتون باشه بین صحبتام گفتم که تمام این مدل‌ها یه عدد خاصی رو دوست داشتن، یه عدد فیوریت داشتن. بریم توی مقاله ببینیم موضوع از چه قراره، کلی اطلاعات جالب توشه. بچه‌ها مقاله رو باز کردم، لینکش هم توی دیسکریپشن. اگه خواستین که خودتون باز بکنین تماشا کنین حتما برین چک کنین از سایت خود گرامنر grammarner.com/llmrandom. میاد توضیح خلاصه میده، میگه از LLM ها خواستن که یه عدد رندوم بین 0 تا 100 انتخاب بکنن، فقط عدد چاپ بکن، هیچ چیز دیگه ای نمیخوایم. 3 تا رو تست کردن، جی پی تی 3.5 توربو، کلاد 3 و جمینای 1 پرو. بعد اومدن با یه پارامتری بازی کردن به اسم تمپرچر. تمپرچر چیه؟ تمپرچر یه پارامتریه توی اکثر LLM ها که در واقع هرچین تمپرچر پایینتر باشه LLM میاد تنوع کمتری به شما میده، یا به قول معروف هر چیزی که این تمپرچر بالاتر باشه سعی میکنه خلاقیت بیشتری به خرج بده، جوابایی که بهتون میده تنوع بالاتری داشته باشه. اومدم با این ستینگ هم بازی کردم ببینم که چه اتفاقی میفته. الان چارت در واقع عددهایی که جنریت کردن این سه تا مدل رو میبینین اینجا و خیلی جالبه. نگاه کنید هر چی که این قسمت ما تمپرچر داریم، هر چی که تمپرچر کمتر بوده یعنی با خلاقیت کمتر، می‌بینین که همه اونا تقریبا یه عدد رو انتخاب کردن. اون عدد فیوریت که بهتون گفتم اینه. مثلا جی پی تی 3.5 توربو عدد فیوریتش 47 اگه تمپرچر بذاریم 0 تقریبا همه دفعات 47 رو بهمون میده. یه عدد رندوم انتخاب کن، 200 بار ازش پرسیدن و هر 200 بار عدد 47 رو داده. کلاد همینطور عدد 42 رو داده و توی جمینای 1 پرو عدد 72 ظاهرا عدد فیوریتش بوده. اگر دقت بکنین حتی با تمپرچر بالاتر، تمپرچر 1 که بالاترین تمپرچر بوده که تست کردن، میبینین که بازم تمام عددا توی یک محدوده خاصیه. یعنی با بالاترین تمپرچر اما عدد بالاتر از 87 و پایینتر از 23 نداریم و این خیلی جالبه. حالا بین همه اینا اونی که واقعا از همه رندوم تر بوده جمینای 1 پرو بوده.
این قسمت مخصوص جی پی تی 3.5 توربو، همونطور که می‌بینید اصلا تایتل اینه جی پی تی 3.5 توربو loves 47. قبلا اومدن یه همچین تستی رو انجام داده بودن تو اکتبر 2023. 42 عدد در واقع فیوریت جی پی تی 3.5 توربو بوده، ولی الان این عدد تغییر کرده شده 47. احتمال دادن 47 از همه عددا با اختلاف خیلی زیاد بیشتره. چه ربطی داره با انسان؟ در واقع اینجاست که توضیح میده، میگه که سینگل دیجیت نامبرز are میسینگ، یعنی تقریبا هیچ عدد سینگل دیجیتی به ما نداده. ببین کوچکترین عددی که داده بوده تو تمپرچر خیلی بالا 17 بوده. اگر که بیان از شما بگن خب یه عدد بین 0 تا 100 انتخاب بکن، اکثریت میان یه عددی توی وسط در نظر میگیرن، چون برای آدما عدد خیلی کم، عدد خیلی بالا، عدد تکراری یه جوری انگار یه پترن خاصی داره، انگار خیلی رندوم نیست. Numbers ending with 7 are popular. 7 3 عددهای اول یه فیلینگ رندوم بودنی به آدم میده و به این خاطر ببینید humans feel they are random و اینم دقیقا همین کارو کرده. دوباره یه مرحله دیگه repeated digits are rare، یعنی 11 22 33 44 66 99 اصلا اینا میسینگ، یعنی اصلا هیچ دفعه تولیدش نکرده تو این 100 بار 200 بار. و تقریبا انسان هم یه همچین حسی داره. تحقیقاتی که انجام دادن روی آدما برای تولید کردن عدد رندوم مشخص شده که آدما هم این عددا رو خیلی رندوم نمیبینن. همین رو ما برای کلاد 3 هم داریم. همونطور که میبینید عدد فیوریتش 42 بر خلاف 3.5 توربو. البته 3.5 توربو هم اگر دقت بکنید 42 بوده عدد فیوریتش، الان شد 47. کلاد 3 عددش هنوز 42 ولی 47 رو هم خیلی دوست داره، یعنی بعد از 42 عددی که زیاد از همه تولیدش کرده 47. و دوباره میاد یه سری اطلاعات به اون میده، میگه که دقیقاً نامبرهای زیر 20 اصلا وجود ندارن. عددی که با 7 خط به 7 ختم میشن خیلی زیاد تولید شدن. repeated digits دوباره نداریم. 70 و 73 پاپولرن. جمنای 1 پرو 72 رو داره، 72 رو دوست داره و دوباره اگر ببینین 42 خیلی در واقع پاپولره. بعد از 72 42 عدد بعدی پاپولر، اینو دقت میکنید. دوباره اومده گفته جمنای دوباره یک توضیح خیلی بهتری داشته نسبت به اون دوتا. اگر ببینین میبینین که از رنج بالا و پایین هم داریم، ولی بازم زیر 10 خیلی کم استفاده شده، فقط تو تمپرچر خیلی بالا اومده. به عددی که به 7 ختم میشن رو دوست داره. repeated digits هم خیلی کم استفاده شده. حالا اومده در واقع اینا رو یه جمع‌بندی کرده، گفته خب به چه نتیجه میرسیم؟ 42 خیلی پاپولره. چرا؟ نمیدونیم. چک میکنیم، چون خیلی چیز جالبیه که دقیقاً جی پی تی توربو 3.5 42 رو دوست داشته، کلاد هنوز 42 رو دوست داره، جمنای بعد از 72 42 رو دوست داره. عجیبه. این به این معنیه که 42 خیلی براشون وزن زیادی داره و این خیلی جالبه که ببینیم واقعا چرا. بعد یه سری چیزهای دیگه بهمون داده. اینجا آماری که تو این جدول میده خیلی جالبه. ببینیم، گفتم اگر که یک چیزی واقعا رندوم باشه شما انتظاری که توی توزیع نرمال باشه تمام عددهایی که جنریت میکنه تو حالا تعداد بالا برات، ولی همونطور که میبینید مثلا مولتیپلای 10 50 برابر کمتر از میزانی که باید جنریت شدن، یا عددهایی که با 0 تموم میشن فرکانسیشون 50 برابر کمتره. و این خیلی جالبه که چقدر نزدیکه به اون ذهنیتی که آدم داره. یه نکته نهایی هم اینجا گذاشته، ببینین که نوشته مردم توی لینکدین و اسلک اومدن یه پستی رو اشاره کردن. این پست چیه؟ در واقع میگه یه ویدیویی ضبط شده، وقتی رفتن از آدما پرسیدن که عدد انتخاب بکنین، عدد 37 عددی بوده که بیشتر از همه انتخاب شده. چرا؟ دوباره برمیگردیم همون ending in 7 و 3 به عنوان عدد اول. من خیلی جالبه که ذهن آدم چجوری کار میکنه، چجوری کوچکترین پترنا که حتی اگر عدد زوج باشه، عدد ضریب 5 باشه، این پترنیه که تو ذهن ما وجود داره که این عدد خیلی رندوم نیست. یه نکته جالب دیگه ای که دیدم توی مقاله قدیمی از سال 2023 این بود که اومدن تست کردن توی زبانهای مختلف این چه تغییری ایجاد میشه و آیا فرقی میکنه یا نه. اومدن علاوه بر این که زبان انگلیسی رو تست کردن و نتایجش رو با هم دیدیم، اومدن تو زبان چینی هم همین تست رو تکرار کردن و مشخص شد که زبان چینی اون عدد فیوریت در واقع تفاوت داره. اگه ما برگردیم چارت قبلی می‌بینیم که 42 عدد فیوریت بوده و بعد از 42 57 بوده.
حالا اگر بیایم تو چارت تست به زبان چینی می‌بینیم که 57 شده عدد اول و 42 توی رتبه‌های بعدیه و این نشون میده که چقدر در واقع اون دیتایی که خورونده میشه به اون LLM به اون مدل چقدر تاثیر داره تو نتایجش و تمام اینا برمیگرده به اون کالچر، به اون فرهنگ، به اون ادبیات توی اون زبان و در واقع ترنینگ دیتایی که داشته. یه احتمال داره اینکه 42 رفته تو رتبه های بعدی اینه که 42 کمتر تو زبان چینی مثلا اومده و کمتر تو ترنینگ دیتای چینی بوده و اومده توی رتبه های بعدی و 57 که رتبه دوم بوده تونسته خودشو برسونه به اول. اگر میخوایم بریم ببینیم کدی که استفاده کردن برای درآوردن این دیتا و جمع‌آوری این آمار چی بوده، لینکش رو میذارم توی کپشن ببینین. تا ویدیو بعدی خداحافظ. پیس.